هرگز سست مشوید و دشمن را به صلح ذلتبار فرا نخوانید، در حالی که شما غالب هستید. خداوند با شماست و او هرگز اعمال شما را ضایع نمی کند. بیگمان زندگی این دنیا بازی است و بیهودگی، و اگر ایمان آرید و پرهیزگار شوید، خدا پاداش شما را می دهد و از شما دارایی های شما را نمی خواهد. اگر از شما آنها را بخواهد و بر این تقاضا بر شما اصرار نماید، بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. آگاه باشید، شمایید که به خرج کردن در راه خدا فرا خوانده می شوید. با این هم بعضی از شما بخل می ورزند و هر که بخل کند به خود بخل می کند و خدا بی نیاز است و شما محتاج هستید. اگر از داد و دهش روی برتابید، خداوند به عوض شما قوم دیگری را می آورد و باز ایشان همانند شما نیستند.